پلیس شهر سانت پترزبورگ روسیه یک مرد 43 ساله زاده تاجیکستان و ساکن 23 ساله ارخانگلسک را با اتهام قلابی به مبلغ بزرگ دستگیر کرده است. خبرگزاری فن با تکیه به منابعش در مقامات حفظ حقوق پترزبورگ خبر داد که این دو نفر به دزدی 114 میلیون روبل از حساب بانکی یک جبردیده گمانبر می شوند. بنا به این منبع گمانبران تا انجام تفتیشات به حبس پیشکی انداخته شدند. منبع فن تفصیلات دیگر درباره این دزدی اصر نداده است، ولی قبلا نشریه کامسomolskaya pravda سانت پترزبورگ با تکیه به منابع خود خبر داد که روز 25 سپتامبر یک نفقه خور 76 ساله سهامدار سابق یکی از کارخانه های پترزبورگ خبردار شد که از حساب بانکیش پول زیاد گم شده است. البته این مبلغ را حتی بزرگ گفتن کم است. قلابان در عموم از حساب بانکی این نفقه خور 114 میلیون و 781 هزار و 120 روبل را به یغما بردند. به گفته این مرد دزدی پولها حدوداً از 26 آگوست تا 9 سپتامبر صورت گرفته است. خبر داده بود منبع کامسomolskaya pravda. در رابطه با این حادثه بر اساس قسم 4 ماده 159 کودکس جنایتی روسیه به اتهام قلابی به مبلغ بزرگ پرونده گشوده بودند. به گمانبران بر اساس این بند قانون تا 10 سال زندان و یا جریمه به مبلغ تا 1 میلیون روبل یعنی قریب 115 مرتبه کمتر از پول دزدیدهشان تهدید می کند.